اینطور دنبال رو نیستیم که هر کس هر چیز میکنه ما همونطور بکنیم. امروز همونطور شده، مردم که چیزی میکنه. یک آدم از امریکا آمده، کلی عمر خود اونجا تیر کرده، نه نماز نه روزه نه هیچ چیز، نه فقط اینجا آمده لوکس زندگی داره و در هتل‌ها برای خود توی میگیره. تو هم دنبال از روان هستی. تو بیچاره خود تا دین روزه نان و نفقه بیگایت نداشتی، چرا این کارا میکنی؟ نه، الله برای ما میگه وقت البیوت من ابوابها، در خانه ها از دروازه ها بیایه، سنجش بکنه. هر کاری که میکنی سنجش بکنه که چقدر مفاد داره، چقدر مفسده داره، چقدر مضرت داره. این به نفع است یا به ضرر است؟ ما همو خاطر بگم که خصوصا حاجی صاحبا در این مورد بالکل یک نظری ثانی بکنه، تصمیم بگیره، اعلان بکنه، به اقارب خود بگه در وقتی رفتن که اقارب در میدان یوی یک نفر برای من نبیه، برای من زنگا زیاد نزنی، الله براتون اجر بده. خودم یک دفعه براتون زنگ میزنم که جور تیار هستم، مرا دیگه بگذاری که عبادت الله را بکن. پس که میایم اگر کسی خوش میشه اگر نمیشه، من نه از کسی مانده نباشی طلب دارم و نه سوغات آوردن برای خود طلب دارم و نه به کسی چیزی میدم. من عبادت الله را میکنم، دعا بکنی که عبادتم قبول شه. چرا مؤمن بعد همینطور باشه؟ چرا مردم در حرج و تکلیف گوسفندا روان میباشه که فلانی حاجی صاحب آمده، باز پس که میره 100 لعنت میگه که لعنتی الله، من گوسفند بردم او یک دانه ساتی 100 روپیگی برام داده، بینیش بریده نمیشه، در 1000 مجلس او را یاد میکنه و گفته را ایسته. این کدام دین است؟ غیبت میشه، دروغ میشه، توهین و تحقیر میشه، دو دشنام میشه. این کدام دین است؟ در کدام جای است؟ نکنه حجاج کرام شما باور به الله بکنه، این را یاد داشته باشه. اگر یک امی جرمت که تو امی کارا را میکنی، مجبور است که مرد دیگه اگر میره هم مثل تو آری کار انجام بده. خب وقتی که سنجش میکنه، پیسه حج داره، از رفتن داره، از بازگشت داره، تنها مراسمی که تو گرفته ای اونو را این مردکه نداره، بیچاره قرار از حج میمانه. سنجش میکنه میگه نمیتونم. تو عملی تو مانع حج فرضی و مسلمان شده، در روز قیامت جواب میدی. الله از پیشت سوال میکنه. الله ما را نمیگه که تو چرا حج نکردی، تو بگویی که من خو عذر داشتم به خاطری که مصارفی که پس آمدن نداشتم. الله میگه من خود را امر نکرده بدون که مصارف بکن. تو بنده ما بودی یا نه که نعوذ بالله بنده مخلوق بودی؟ کدامش بودی؟ تو لحاظ مردم میکردی یا لحاظ مرا میکردی؟ کدامش میکردی؟ چی جواب داریم به الله تبارک و تعالی؟ نکنه این عنعناتی، این تکبر فروشی ها را اسلوب کنه. امروز دنیا یک دم ریا و سمعت و نعوذ بالله شهرت طلبی گشته. شما باور بالله مردم که قدم میمانه شهرت طلبی، سمعت، خودنمایی، نعوذ بالله. او این شهرت طلبی، امی سمعت و ریا، شرکی کی چیست؟ خفی است. اما کمالی ای عمل مکمل از بین میبره، اینی قدر ثواب برات نیست. در حالی که حج اونجاست که اگر تو اونجا بری پشت سر اون آیات ها میایه و هیچ عمل منافی حج انجام ندی، مثل که از مادر تولد شده باشی، اینطور عمل است. لیکن میگیره مردم ما کلش در باط میکنه، هیچ نمیفهمه. قرآن بر ما میگه وقت البیوت من ابوابها واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی. الله اکبر، چی یک فرمانی بزرگ است. در هر معامله الله میگه از الله بترسی. بس از الله که ترسیدی از مخلوق نمیترسی. بگو یا مردم حج رفت یک نانم به کس داده نتونستم، عاجز هستم نمیتونم. حج رفت خدا سیکو این قدر بی غیرت است، حالی به مردم نمیگم که من در حج رفتم، حالی حج خو عبادت الله است، برای الله کرده. تو را چی آگاه کنم؟ بس بندگی نمیره تقاضا داره. قرآن کریم اصلاحی که انسان در وجود خود و در جامعه خود آورده میتونه به می فرمان الله که واتقوا الله است، که از الله آدم بترسه، که از الله آدم ترسید از کسی دیگه نترسید، زندگی جور است. او الله بر ما میگه که از الله بترسی لعلکم تفلحون، رستگاری و کامیابی تان چیست؟ امیدوار است در صورتی که از الله آدم بترسه. اگر از الله نترسیدی نعوذ بالله، باز دیگه در اون وقت تو چطور امید فلاح و کامیابی و رستگاری را داری؟ معلوم شد قرآن برای ما درس میده که تقوای الله این ذریعه رستگاری و کامیابی انسان است. اگر تقوا وجود نداشته باشه، تقوا براتان گفته بودم امو قوت و انگیزه درونی انسان که تو را وادار به انجام مامورات الله و تو را وادار از منع شدن از منهیات الله میسازه. اینی را به نام تقوا یاد میکنه. یعنی تقوا او قوتی است که تو را نمیگذاره قدمی تا غلط بگذاری. اینی را به نام تقوا یاد میکنه. الله نصیب کلگی بکنه. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. آلی الله حکم نهم بیان میکنه که او حکم جهاد است. جهاد چی را میگه؟ در اینجا الله تبارک و تعالی برای ما هم جهاد معرفی میکنه و هم برای کدام کسا جنگ بکنیم.
آداب جهاد هم برای ما معرفی میکنه که جهاد چه آدابی داره، چه قسم آدم جهاد بکنه. جهاد یک امری نیست که بخیز و الا زدن و کندن، هر طرف تو فیر کردی، هر طرف کی زدی، هر کس که کشته شد و هر کس که نقصان دید بس جهاد است، من مجاهد هستم. عجیب است. اینجاست شما میبینی که صحابه کرام چقدر منظم بودن. پیغمبر علیه السلام چه آدابی برش فرموده بود. با یک گردنبندی که بدون تقسیم غنیمت گرفته، پیغمبر میگه این در جهنم است. با یک گردنبند شتر، یک گردنبند شتر بدون تقسیم غنیمت گرفته شده، پیغمبر میگه این در جهنم است، این در جهنم است. امروز ما فقط هر کس که تفنگش نکرد مجاهد است، هر کس که کشته شد شهید است. این طور نیست. قرآن برای ما معرفی میکنه. اول موضوع و قاتلوا فی سبیل الله، جهاد بکنی. خود در کجا؟ چه قسم جهاد؟ فی سبیل الله، در راه الله. الله راه دارد، در او راه قدم بگذار، جهاد بکن. راه الله کدام است؟ راه الله به خاطر قایم شدن کلمه الله، برای مستحکم شدن نظام الله در سرزمین الله، قدمی تبعی خاطر بگذار. این کی میشه که اندیشه و فکر داشته باشی، راه الله را شناخته باشی که راه الله کدام است، من به کدام غرض قدم میگذارم. وقتی من این تقاضا را دارم که در سرزمین الله نظام الله حاکم شود، اما خودم امیال خودم حتی سری خود یک فرمان الله را جاری نکردم. یک تعداد مردم امیالی هست دعوا داره که ما بیایی که ما شما راه های جهاد یاد بگیریم. وقتی که میبینی ریشه چٹ و پٹ کل کردگی است، در قصه نماز نیست، در قصه جماعت نیست، در قصه سنت و بدعت نیست، او دعوت تو را میده که نظام الله حاکم شود. عجیب نیست؟ قرآن برات چی میگه؟ تو زمان کسی را در راه الله وقت جهاد میتونی که خود ساخته باشی، خود شناخته باشی، هدفی تا شناخته باشی که من خونی خود برای چی میریزانم. یقینا خیلی مهم مسئله است، خیلی مهم موضوع است. یکی از استادای ما قطعش درس میخواندیم، همیشه یکی از دیگه سوال میکردیم خیلی زیاد. در یکی از جنازه ها نشسته بودیم، از پیش سوال کردم، من گفتم چرا شما یک انقلاب در این وطن نمیندازی در راه، در این پاکستان؟ حالی فعلا خیلی شهرت هم پیدا کردی، مردم هم شناختتانه. مرا گفت متوکل استاد تو تا رم پخته نشدی. گفتم چرا؟ گفت نه درسی مرا یاد نگرفته. گفتم بگو دیگه، وجه برام بگو. گفت انقلاب چپا کردن نمیگه. انقلاب چی نمیگه؟ چپا کردن. انقلاب خیلی امر آسان است. یقینا اینمی جوانا را دمی 4 دقیقه آدم سر احساسات میاره، اونجا میره خودم میکشند و هر چی که میکنن. مرا گفت میفهمی؟ انقلاب مهم نیست، آن چیزی که مهم است بعد از انقلاب است. زمانی که تسلط و قدرت در دست تو میه، چی برنامه داری؟ چی برنامه در دست داری که می دستی مردم قناعت داده بتانی که بله کدام خونریزی که ما کردم، کدام جنجالی که ما برا انداختم، کدام نارامی که ما برا انداختم، ثمرش اینی نتیجه های بزرگ است. اونجا مردم قناعت بکنه که واقعا خونی تو کسی اگر ریخته شده بیجا نیست، مال کسی اگر تلف شده بیجا نیست، یک کمی رنج و تکلیفی که مردم دیده بیجا نیست. چرا؟ ثمره خیلی نتیجه خیلی خوب به دست دارن. اما ما گفتال دکتر قطما نیست، انجینر قطما نیست، میرخانیک قطما نیست، دریور قطما نیست، دیقان قطما نیست، نجار و آینگر و زرگر قطما نیست، دکاندار قطما نیست. 4 دانه ملاستیم و 4 دانه شاگرد در مدرسه است. شعار میدیم چیسته؟ اسلام زنده باد، اسلام زنده باد. قطعی 4 دانه شاگرد مدرسه اسلام آمدن نمیتونه و نه نظام اسلام برقرار شده میتونه. این برای خود برنامه قوی کار داره. یعنی بعد از اینکه انقلاب بیا اینمی نظام که پیش ببره، مردمای مخلص کار داره. نجار در نجاری خود به اخلاص کار بکنه که یقینا مامور در ماموری خود، انجینر در انجینری خود، دکتر در دکتری خود، رئیس در ریاست خود، هر کس در این نظام مخلص باشه، حرکت بکنه، تلاش بکنه. کمونستا چقدر وقت در بر گرفته بود که یا تربیه شدن و چقدر در این رای باطل خود وفادار بودن، خیانت میکردن در مسئله حزبی خود. کلا قطعا پابند همون تعهدات کمونستی خود بودن. چرا؟ قبلا امی گپ تربیه شده بودن، از همون خاطر تلاششان به می خاطر بود. اما مسلمان ها احساساتی است،
های هوی های هوی های هوی، آخرش هم هیچ چیز نمیشه، های هوی نمیشه. اینجا باید مردم ساخته شوه، مردم دیده شوه که یقینا مردم آماده پذیرش این نظام است یا نیست. میفهمن؟ چی باید بکنیم؟ دوران طالب آمد، در مکتبا لنگی سیاه بسته شد. چی امری فرض و ضروری بود که لنگی؟ این کل شعار و علامه اسلام تنها یک لنگی بود. کتابای منطقی مدرسه در صنف 6 و 7 داخل شد. ما میره گفتم، در مو وقت گفته بودم، ما گفتم الله خیر کنه، روز فرا برسه که لنگی در چا انداخته شوه، مردم بگویه که من لنگی نداشتم. اما طور حال آمد یا نه؟ چقدر توهین و تحقیر لنگی شد، گرفتن در کجا رساندن. یک موقع ما گفتم، تقاضا کردم از وزارت معارف امو دوران، من خودم مدرسه داشتم الحمدلله، طور مدرسه که شاید در افغانستان، در سطح افغانستان طور مدرسه نمیبود. من شاگردی، من یک شاگردم هم تکبیر الله از پیشش قضا نمیشد، تکبیر الله از پیش رفته نمیتونست. یک شاگردم هم الحمدلله از اون زمان بسیار شاگردا موجود است. در وزارت معارف پیشنهاد کردم، من گفتم برای خواهرها باید 4 مدرسه در 4 سمت کابل، بسیار مدرسه بزرگ باید داشته باشیم که خواهرای ما تربیه شوه، قرآن و حدیث یاد بگیره، معلومات در مورد دین حاصل بکنه. و جنابا رفتن بزرگترین تاوان دیگر سر خود آوردن به نام جامعه فاروقیه. یک عالم از پاکستان آوردن، و عالم هم الله برش هدایت بکنه، الله آخری عمرش خوب بکنه، متعصب، با جز از اینکه تعصب دیگه چیزام نداشت، خیر و خلاص. شما باور به الله بکنه، من به مو وقت در وزیر گفتم که اگر مقصود نظام اسلام باشه، نظام اسلامی تقاضا را داره، اگر انقلاب آمد، تغییر آمد، تو نباشی، خواهر ما چادری خود در سر محکم گرفته باشه، فهمیده باشه که حجاب چی است، این قدر درک کرده باشه. اما تو دروازه ها را بستی سرشان، کدام طرف بره، چی را یاد بگیره، نکرده نمو کاره. همونطور شد یا نشد؟ به مجرد انقلاب نعوذ بالله امروز هم خواهرای به نام مسلمان است و به نام افغان است، برید لیسه مریم، برید بازار یک دفعه مشاهده بکنه. خو یکیتان در فرانسه هم رفته که امیر رقم زنی که در کابل میگرده به می فیشن، تو را به الله قسم در فرانسه میگرده، در حالی که وان نه نظام داره و زندگی حیوانی است. اما در مملکت تو که به نام اسلام یاد میشه حالت طبیعی. چرا؟ به خاطری که ما نداشتیم، کسی را تربیت نکرده بودیم، کسی را ذهن نداده بودیم. تالی را مردم الله را نمیشناسه. ببینه تالی را از قبر خواستن داره، تالی را به پیر سجده میکنه. مردم جهاد از کجا شوه؟ ارزش های جهاد کی میفهمه؟ قرآن ببینه، و قاتلوا فی سبیل الله، جهاد کنه در راه الله. راه الله تقاضایش چی میکنه؟ که تو هدفت فقط طرفرازی یا بالا کردن کلمه الله است، بالای همه کلمه ها، دین الله سر کل دینا، نظام الله سر کل نظام. منظوری دی باشه. اونو وقت آدم امیر جهاد میگه و تو را مجاهد. خطی کدام مردم جنگ داری؟ الذین یقاتلونکم. این اوایل امر است. الله در اوایل جهاد فرض نکرده بود. مسلمانان جماعت خیلی کم بود، نه مرکزیت داشتن، نه اسباب و وسایل مقابله را داشتن، نه افرادی که یقینا کفایت در مقابله کفار بکنه نداشتن. تا ای که پیغمبر علیه السلام مجبور شد به هجرت و الله امر هجرت داد، در مدینه منوره مرکز آباد شد. بعد از او الله تبارک و تعالی اجازه جهاد تنها به او مردم داد که مورد شکنجه و ظلم قرار داره. پس از او الله دوم مرحله اجازه جهاد در مقابل کسانی بود که تو مورد تعرض قرار میگیری، هجوم سرت میاره، تو باید مقابله بکنی. این آیت در اون مورد است که سر تو هجوم میاره او سر تو تعرض میکنه، جنگ دفاعی را شروع بکن. اسلام هیچ وقت جنگ حمله ای را نمیکنه، جنگ دفاعی است. دفاع از چیست؟ ما در نظام اسلام مفکوره آزاد است. در بین نظام اسلام یهود نصارا زندگی میتونه، اما قانون عمومی امن بپذیره. اسلام که کدام قانون عمومی برای امن داره، این را باید بپذیره. در خطه اسلامی در امثال هندو گنجایش داره، در خطه اسلامی کلیسای نصارا گنجایش داره، در خطه اسلامی بگوی
چی عبادتگاه یهود گنجایش داره، نمیگه که نه قطعا نباشه. دین به زور نمیاد. بله دین برای محو فتنه است. فتنه کدام میگه؟ در جایی که خلاف نظام الله فیصله میشه، نظام طاغوت است، نظام مخلوق پرستی است، این را اسلام نمیخواه که موجود باشه. بعد کلگی بنده یک الله باشه. در جایی که مسلمان به زور گردانیده میشه از دینش، این نمیگه پا نباشه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. پشت سر بر ما میاد. هدف جهاد چیست؟ قرآن میگه الذین یقاتلونکم، جنگ بکنی در راه الله با امرای کسانی که خط شما جنگ داره، خط از شما جنگ بکنی. ولا تعتدوا، در عین جهاد استی، برات صدمه رسیده، درد رسیده، خیلی زیاد احساسات آمده ای، تجاوز نکنی. الله دمی جهاد، دمی میدان مبارزه هم برای تو حدود گذاشته. طفل کشته نمیتونی، زن کشته نمیتونی، شریک جنگ نباشه، ریش سفید کشته نمیتونی، عالمی از واره که مداخله در جنگا نداره کشته نمیتونی، درخت قطع کردن نمیتونی، خانه را سوختاندن نمیتونی. آن چیزی که سبب آزار و اذیت عام میگرده او کار را نمیتونی. حتی امی کافر مسلح نمیتونی که اعضایش تو قطع بکنی، نمیتونی. این قانون اسلام است، دمی طور موقیم تو پابند استی. ولو که 10 برادری تام کشته شده، نمیتونی که تو تفنگ وار بکنی. فرق در بین مسلمان، فرق در بین نظام اسلام و کافر و نظام کافر نمیسته. امروز کفار در یک منطقه که وقتی یک تانگشان بم میزنه، باز به مجرد بیرون برآمدن نه دکاندار میبینه، نه طفله، نه خرکاره، نه زنه، نه پیره، نه خورده. همینطور مکمل حمله میکنه نمیکنه. اگر در یک جای صدمه برش رسیده، برو که تیارش به ما را سری در جایی که انبویی مردم از همونجا بم میندازه. اینی فرق است در بین اسلام و در بین کفر. نظام اسلام و نظام کفر. نظام اسلام در همچه حالات به مسلمان اجازه نمیده. خیلی درد دیده ای، راستی خیلی رنج دیده ای، خیلی تکلیف دیده ای، اما اسلام قانون دارد. از قانون برآمده نمیتونی، مطابق قانون قدمت میگذاری. قرآن امیر میگه برای ما. روز برادر ما سر ما انتقاد داره، شما چه انتحاری را روا میدانی. قرآن حدود داره. در این طور حالت میگه ولا تعتدوا. کافرم که کافر است او را عام کشتار نمیتونی که تو عام او را بکشی، مال و ملک و منالش بدون قانون هر طرف چور چاپاول بکنی. نه قطعا نمیتونی. در دایره اسلام داخل کشه، در زیر قانون اسلام داخل کشه، بعد از او که چیزی برات میرسه یا نمیرسه. اینی را میگه نظام اسلام. برترین نظام اسلام در است. ما عملا به مردم سند داده میتونیم. جنگای مختلف صحابه کرام در مختلف اوقات کرده، در مختلف اوقات کرده. آیا وحشی در اسلام را داشت؟ کسی که قاتل سید الشهدا حمزه رضی الله عنه بود، داشت یا نداشت؟ داشت. دمی اسلام پذیرفته شده. اسلام برش چیزی نگفته. اسلام برای خود قانون داره. خلاص مطابق قانون قدمی تا بگذار. آداب جهاد هم برای ما بیان کرد. جهاد چی آداب داره؟ مجاهد چه قسم باشه؟ اندیشه و فکر داشته باشه. هدفش فقط رضای الله تبارک و تعالی، قائم شدن نظام الله در سرزمین الله باشه. با کی جنگ میکنی؟ با مو کسی که قطعی تو جنگ داره. در افغانستان مرد کافرها می آمدن تابوتی بامیانه، یک و دو نفر در یک موتر میرفت در پرپیچ غوربند و میدانشار و این تابوتی بامیانه میرفت. کسی برش تعرض میکرد؟ نمیکرد، قطعا نمیکرد. بله کافری که تو خانه خود اعلا کرده ای، وطن خود اعلا کرده ای، تو میای قطمه در اینجا مبارزه داری، مقابله داری، ما را دو شق کرده ای، ما را تو انداخته ای، تا دین روز تو سلام دادی او را بزن، امروز مرا تروریست میگی، امروز مرا تفنگ سالار مینامی، تا دین روز در پشت سر مجاهد قهرمان میگفتی به خاطر که نیروی بزرگی روس در مقابلت بود و او لیاقت داشت که او بعد از بین بره حریفی کاملت بود. هنوز استنگرم تو برام میدادی. امروز چرا مالی تفنگ سالار شدیم؟ امروز چرا القاعده شدیم؟ امروز چرا دهشتگرد و تروریست شدیم؟ ما خو افغانیستم، در امریکا هیچ رفته نمیتونم، با پاسپورت رفته نمیتونم. ما چی گناه کرده؟ در اینجا چرا جنگ است؟ در وطن ما چرا جنگ است؟ اگر تو میگی القاعده، خودت شناسایی که قطعی تو وسایلی هست که حتی دو نفر در اتاق شناخته میتونی که کدامش است. نظر به تبلیغات دروغید. خیر دیگه چرا اینطور میکنی؟ اسلام برای خود نظام داره، پابند قانونی خود است، ولو که هر قدر مصیبت زده میشه. اما کفر برای خود قانون نداره. هنگامی که درد برش میرسه
باز دیگه پروای هیچ کسی را نداره فیر میکنه. الله چی میگه؟ ان الله لا يحب المعتدین. الله دوست نداره کسایی که تجاوز میکنه. قانون شریعت در نظر نمیگیره، تجاوز میکنه الله دوست نداره. ولو که تو برای دین الله برآمده ای، خو لیکن تو از حدود الله تجاوز میکنی، الله دوستت نداره. که دوستت نداره نصرتت هم نمیکنه. این را یادتان باشه. نصرت الله قطعی انسان وقت میشه که تو پابندی اونمو احکامی که الله برات وضع کرده اونمو احکام باشی. اگر نباشی الله تبارک و تعالی هیچ دوست نداره. دوستی الله چی رقم است؟ الله دوستی میکنه برای امر انسان، چی رقم دوستی کیفیتش نمیدانه. همون رقم که لایق شان کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. وقتلوهم حیث ثقفتموهم. بکشی کفاره که در صدد قتل شما برآمده، شما هم بکشیش. خو حیث ثقفتموهم، در هر جایی که یار شما پیدا میکنه. ثقفتموهم، ثقافت میگه یک چیز به زیرکی و هوشیاری درک کردن، حاصل کردن، این ثقافت میگه. ثقافت اسلامی چی را میگه؟ مفاهیم یا مسائل اسلام به بسیار زیرکی و هوشیاری در دست آوردن و فهمیدن، این ثقافت میگه. استاد ثقافت کسی باشه که او مکمل ریشه احکام اسلام و فلسفهش معلوم کنه. وقتی به شاگرد درس میده، قناعت شاگرد همینطور حاصل شوه، دوباره سوال پیدا برش نشوه. امروز کجا ثقافت اسلامی؟ ما در پانتون درس ثقافت میدادیم، یک عالم خیلی برجسته که برای از او دکترا داده بودن در سندش، تعلیم الاسلام درس میداد. چی را؟ تعلیم الاسلام یک کتاب کوچک برای اطفال است که در مساجد خوانده میشه. بله شاگردام لیاقتی از این نداشت، یقینا. در پانتون رسیده 12 سال تیر کرده خو از اسلام معلوماتی نداره. چرا؟ مضامین اسلامی در مکاتب کل دنیا ما 3 امر اخلاقی بود: اخلاص، صبر، تقوا، روش نیک. یه چیز نبود. یک کتاب عربی در زمان سابق این در صنف 12 صرفی بایی را 1-2 بابیش آورده بود. چیز ضربتا ضربنا بود یا نبود؟ دیگر هیچ چیز نبود. الحمدلله الله برشان اجر بده. نصاب جدیدی که تقریبا در مورد تعلیم و تربیه دینی، تفسیر و حدیث کدام کمیته ای را جور کرده، الله برش اجر بده. ما کاری خوبی هر کس خوب میگیم. کتابایی که فی الحال به نام نصاب تدوین شده قابل قدر است، اما این را کافی برای ملت مسلمان نمیدانیم. این را کافی نمیدانیم که تنها در صنف 9 و 10 و 11 باشه، اما در صنفای پایین نباشه، بلکه تمام مسائل اسلام از صنف اول در نظر گرفته شود تا که یک شاگرد ما صنف 12 ما که میبره مکمل در مورد اسلام معلومات کافی داشته باشه، بفهمه، اعتراض و انتقاد مردم جواب داده بتانه. اگر مردم میگه قاتل چرا قصاص میشه، جواب داشته باشه. مرد چرا 2 حصه میبره در میراث، جواب داشته باشه. پیغمبر چرا تعدد نکاح کرده، جواب داشته باشه. دوست چرا دستش قطع میشه، جواب داشته باشه. لیکن در زمان سابق آنقدر خیانت شده که کسانی که از پانتون فارغ میشد میرفت بورس برش می آمد در ممالک خارجی، پس آمدنش یک دم سوالا علیه مولا بود.